میگه که درباره شهیدا کمترک صحبت میکردید، فضیلت شهید کمی صحبت میکردید. برادرها درباره فضیلت شهید چقدر که گپ بزنیم، چقدر که بگیم کم است برادرها. الله سبحانه و تعالی در سوره آل عمران میفرماید که ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله امواتا بل احیاء عند ربهم يرزقون فرحین بما آتاهم الله من فضله. یعنی الله سبحانه و تعالی درباره شهیدان میگه که اونهایی که ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله امواتا، شما اونهایی که در راه ما کشته شدگیستن اونها رو مرده مپندارید. بل احیاء عند ربهم یرزقون، بلکه اونها نزد پروردگارشون یرزقون زنده هستن و رزق داده میشوند. الله من فضله. و اونها بسیار خوشحال هستند از پروردگارشون. بما آتاهم الله، به اون چیزی که الله سبحانه و تعالی اونها را دادگی از فضل خودش. الله اکبر. چی بود این فضیلت اونهایی که بود که در راه الله سبحانه و تعالی کشته شدن. الله اکبر. الله سبحانه و تعالی ما و شما را شهادت مقبول نصیب بکنه. الله سبحانه و تعالی خاتمه ما و شما را، خاتمه بلا اله الا الله محمد رسول الله ما و شما را ببره از این دنیا، از مرتد و از نفاق و از مشرک شدن و از این چیزها، از این امتحانایی که سری ما و شما میاد. الله سبحانه و تعالی ما و شما را ثابت قدم بکنه و ما و شما را، الله سبحانه و تعالی خاتمه ما و شما را به شهادت ببره که ما و شما را هم در همین آیت شامل بشیم. الله سبحانه و تعالی میگه که ان الله اشترى من المؤمنین انفسهم و اموالهم بان لهم الجنه يقاتلون في سبيل الله فيقتلون ويقتلون فيقتلون ويقتلون وعدا عليه حقا في التوراة والإنجيل والقرآن. الله أكبر. میگه که الله سبحانه و تعالی براستی الله سبحانه و تعالی از مؤمنان جان آنها را و مالشان است و جای بهشت خریداری کرده است. جانشونه، مالاشونه. اونها چیکار میکنن؟ آنها در راه الله سبحانه و تعالی می جنگن و می کشند و کشته می شوند. الله اکبر. الله اکبر. یعنی این بود وصف این چیزها که الله سبحانه و تعالی از اینها خریداری میکنه، جان مالاشونه. الله اکبر. به عوض چی؟ به عوض جنت. الله اکبر. الله سبحانه و تعالی یعنی ما و شما را واقعی یعنی از مجاهدین راه حق بکنه و واقعی ما را یعنی حمات دین بگردانه، از منافقین از مرتدین نگردانه. الله سبحانه و تعالی و رسول الله صلی الله علیه وسلم میگه که للشهید عند الله ست خصال يغفر له في أول دفعة من دمه. الله أكبر. ويرى مقعده من الجنة ويجار من عذاب القبر ويأمن من الفزع الأكبر. ويحلى حلة الإيمان ويزوج من الحور العين ويشفع في 70 من الأقارب. الله أكبر. این بی که رسول الله صلی الله علیه و سلم با ما و شما گفتگی است. یعنی شهید نزد الله سبحانه و تعالی 6 خصلت دارد، 6 خصال دارد. گناهانش همون وقتی که قطره اول خونش میریزه بخشیده می شود، آمرزیده می شود. الله اکبر. الله سبحانه و تعالی دویم چیزش این است که جایش را در بهشت الله سبحانه و تعالی به اون نشان میده. انا میگه جای تو، انا این جای توست. الله اکبر. میگه عذاب قبر نیست برای اون. الله اکبر. از وحشت روز بزرگ قیامت در امان است، در وحشتی که یوم یفر المرء من اخیه و امه و ابیه، در اون روز در امان است. الله اکبر. پدر از فرزند، فرزند از پدر، از مادر، از یکدیگرش میگریزند، لیکن این شهید چی است؟ در اون وقت در امان است. الله اکبر. چرا؟ سختی های بمبارای این روز این دنیا را دید. کافر امریکا حمله کرد، کافرای تمام روی دنیا حمله کردن، زدن این موحدین که تا که اینها را از بین ببرن. این سختی ها را چکار کردن اینها دیدن، به این خاطر در اون روز در امان هستند.
با لباس ایمان میگد پنجم خصالش این است که با لباس ایمان آرا داده می شود، زینت داده می شود. الله اکبر. با هورهای با هورهای بهشتی چهار میکنه، ازدواج میکنه. یعنی 72 این به او داده می شود. الله اکبر. هر باری که با او هورا انسان نزدیکی بکنن، اونا باکره هستند. اونا مانند این زنای دنیا یعنی چیز نیستن اونها. الله اکبر. وصفشون بکنیم چقدر وصفشون بکنیم کم است والله برادران. اللهم ارزقنا یا رب العالمین. و برای 70 کس از خویش و تبارش از نزدیکانش شفاعت میکند. الله اکبر. با چی بکار است برای مسلمان؟ با یگم چیزی دیگه از این بهتر پیدا میشه در این دنیا و آخرت که تو را الله سبحانه و تعالی جات در جنت نشان بده، در همون اول قطره خونی که میره گناه تا ببخشه و برای تو 72 تا حور بهشته بده و 70 تن اجازتت بده که شفاعت بکن. الله اکبر. برای مادرت بگی، پدرت بگی، دیگه برادرات بگی، اگر مؤمن مسلمان باشن به سبب بعضی کوتاهیاشون، به سبب بعضی گناهاشون نمیتونن که جنت برن، الله سبحانه و تعالی در اینجا اذن میتد که برای بگی جنت شو ببر. رسول الله صلی الله علیه و سلم میگه من سأل الله الشهادت بصدق بلغه الله منازل الشهداء و ان مات على فراشه. رسول الله صلی الله علیه و سلم میگه که کسی که از الله سبحانه و تعالی می شهادت واقعی با اخلاص چکار بکنه، از الله شهادت طلب بکنه، از الله شهادت بخواه، الله سبحانه و تعالی او را به مقام شهادت میرسونه اگرچه در بالای بسترش بمیره. یعنی واقعا هر وقت باید ما شما دعا بکنیم پروردگار ما را شهید بکن، پروردگار ما را شهیدی راه حقت بکن. بارک الله فیکم. یعنی چقدر که گپ بزنیم ما و شما والله کم است برادران. به این خاطر یعنی حرکت و در همین راه باذن الله سبحانه و تعالی نیت بکنیم که و دعا بکنیم که الله ما را شهید بکنه، طوری که رسول الله صلی الله علیه و سلم در صدق دل صادقانه دعا بکنید اگرچه در روی بالشتون هم ان شاء الله مورد یک فضیلتی شهید میبریم ان شاء الله.